سلام، خسته نباشی. ببخشید که مزاحم شدم. واقعا دعا میکنم باید همه که همه سلامت باشن و پولدار. وقتی که پولدار باشی خب چیز غم نداری، پولت هم حلال باشه دیگه، که تو زندگی میتونی هر چی داشته باشی با پول. اولا انشالله که همه پولدار باشن. همه پولدار چرا به حق همه نیست؟ حق همه است که پولدار باشن. حق همه است که یه ماشین لوکس داشته باشن تو خونشون. حق همه است که یه خونه بزرگ داشته باشن. حق همه است که دوست دارن برن بیرون، برن اسپرسو بخورن، بستنی بخورن، که پیزا بخورن هر روز، هر چی که دوست دارن. که یکی مثلا پول نداشته باشه بره بدن سازی فقط. پس با همه دعا میکنم، بهترین دعا اینه که سلامت باشی یا پولدار. همین دوتا چیزی که مهمه تو دنیا، پولدار و سلامت. پول حلال و سلامتی. پول کسی ندزدی، اولا که حق هیچ کس رو نخور که میزنه بهت، یعنی که حق کسی بخوری خدا همون حق رو بیچارت میکنه تو زندگی. این بدون اینو بگم دیگه، من اعصابم ترکیده. پول خیلی مهمه.